بانک ملی بعد از 2 هفته طلب استعفایش در پارلمان به وکیلان گزارش داد. در این گزارش رئیس بانک ملی گفته است برای پر کردن خزینه بانک ها تنها در 9 ماه سال روان بانک ملی 380 میلیون سومانی قرض داده است. در رابطه با برهم دادن نقطه های صرافی که یک مایه انتقاد بانک ملی در سالهای اخیر گشته بود، نور محمدزاده گفته است بانک ملی برای از بین بردن حناتی در بازار ارز 1500 نقطه مبادله اسعار را از بین برد. اما عین زمان به گفته رئیس در جمهوری 4300 نقطه بانکی به مبادله اسعار مشغولند. وکیلان پارلمان روز 18 اکتبر با نور محمدزاده بحثی تند داشتند که ضمن آن گفته شد او مشکل بانک ها را حل کند و یا به استعفا برود. در ادامه بحث رئیس مجلس شکرجان ظهورов به جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی دستور داد تا 2 هفته دیگر درباره وضع بانک ها با وکیلان گزارش دهد. گزارش رئیس بانک ملی روز 3 نوامبر به دست وکیلان پارلمان رسیده است. بهرام شریفوف اقتصاددان و تجربه‌دار ساحه بانکی که عین زمان استاد دانشگاه هم هست، همه تحولات امور بانکی را در تاجیکستان از نزدیک مشاهده می‌کند. در پس منظر بحث وکیلان با جمشید نور محمدزاده از این تحلیلگر مستقل پرسیدیم که او کار کارمنده نوی بانک ملی را در صدر نور محمدزاده چگونه ارزیابی می‌کند. نقطه نظر وی درستان لازم است که اقتصادیات تاجیکستان کوچک است، معیده است، یعنی معمولی حالا هم ضرور است برای نگاه داشتن وضع معتدل اقتصادیات و در این روند آن کارهایی که بانک ملی استفاده برده است با نظر داشت شرایط ما این ضروری و همان با اعتماد برای شرایط تاجیکستان است و از یک جهت همین نگاه داشتن قربی اسعار ملی هم در همین جاده هم درست برای مانده شده بود، چون که در دیگه حالت تاجیکستان میتوانست با نظر داشت بالاروی قربی اسعار خارجی نسبت تاجیکی با دفالت دچار آید. اما وکیلان 2 هفته پیش کار بانک ملی را تنقید کردند که نتوانست به بحران بانکی خاتمه بخشد تا که مردم پولهایش را از بانک ها بگیرند. شما با چی دلیل کار بانک ملی را پرثمر میگویید؟ حالانکه وای کماندی که پیشتر بود وای به زمان پیشتر مطابقت میکرد در حالت دیگرگونی کیزی وضعیت در اقتصاد جهان اقتصاد داخله میتاد اصولهای کاری با هم مطابقت نمیکرد به نظر من. برای این کماند حاضر از نقطه نظر من بسیار با ثمر فعالیت برده در پارلمان آدم‌ها اشتیان که از نقطه نظر دانش بانکی روندهای جهانی و وی خیلی برخوردار نیستند با پررگی. این فقط با کارمندان بانک صاحب بانکی عالمان منصوب است که آنها باید در مطبوعات و در وی بیشتر و خود پارلمان باید با متخصصان همین وطنی یا خارجی یک نمود ملاقات کرده ارزیابی کنند. تشکر برای صحبت.